استاد قلم رفتی از دور فنا استاد با مهر و وفا کردی ما را به قدر نوران تو ای کون سخا جمله ما گریان و حیران مندهیم به سرپناه دولتی سرمان تو بودی رهنما و پیشوا ای طبیبی درد ما ای ولی عصر ما بلبل شیرین کلام و خوش بیان و خوش لقا کردی از دور فنا رحلت تو ایام بهار جمله ما را در غم و اندوه بنمودی دوچار عالمان و طالبان در روز مرگ تو هزار اومدن از دور و نزدیک رهبری و اعتبار خوشنویس و خوش قلم انسانی که روح خدا کرده جان خود فدا در دین پاکی مصطفی بوده اندر مجلسی تو طالبانی بشمار تعلیمی خط تعلیمی علمی شریعت در دیار پند و حکمت بر مردم می نموده ای کبار از صدای دلنشینت مردمان را افتخار بلبل بودی میان انجمن با سرنوا راحت بر خلق بودی از نوای جان فزا مدتی 10 سال ترک خواب کردی ای کریم می نوشتی خط خوب تا صبح دم از وقت شام چون کتابت کرده قرآن را بسد نقش تمام نظم کرده تاریخ پیغمبری حق احتمام نظم و اشعار تو ما را می کند هر دم ندا آور درو با کتاب و دانش و خطای ما ای که حق داده تو را از فضل خود فیض و کرم تعلیم و تربیت و انشا و ایجاد و قلم شعر و نظم و خلق و آداب شریف و محترم طبع شیرین خط زیبا شاعری رنگین قلم این همه بنوشته بود از بر تعلیم شما تو شغل ای دوستان جان تسلیمی خدا در سنی 84 گردید عمر تو تمام ای فقیه با سعادت قبلگاهی خوش کلام پند و اندرز و نصیحت می نموده صبح و شام از تفاسیر و حدیث و فقه و خطاطی مدام باد معوا جنتت ای رهبری دانای ما در لحد باشی براحت منزلت نور و صفا بگهی پنجشنبه روحش از بدن پرواز کرد سوی حق لبیک گویان داعی را آواز کرد بری ما درد و غمی خود را زینب آغاز کرد در فغان ما را نمود گریان و قصدی راز کرد
در فراقت روز و شب گردید زار و مبتلا، در فراقت روز و شب گردید زار و مبتلا. از کجا جویم کی را پرسم کجا یابم تو را، از کجا جویم کی را پرسم کجا یابم تو را. بگهی جمعه بخاک تیرم مانده قدم، از فراقت ناله ها بر دشت و هامون می زدم. گردم زدم ریاق بر صبر و اجر من رقم، خود بر سر می نمودم ای پدر از درد و غم. صبر می ده ای خدا ما را تو بر این ماجرا، ما امید اجر داریم زین مصیبت از شما. مرگ عالم گفته پیغمبرم، هم زمین و آسمان گریان شود زین لاجرم. 40 شب و 40 روز گریان آفتاب و اخترم، سرورم ای مادرم ای خواهرم ای دادرم. مخدومی پولاد خان ای فیض بخش عصر ما، بودی از تو مرتبت هم منزلت هم قدر ما. گردم رفت آدمی بیچاره زندار زبون، در بهشتی عدن کی میافت آرام و سکون. کن به عزت یک نظر پیغمبران و مرسلون، ترک بنمودند و رفتند جمله این دنیای دون. می نبخشد گریه نفع بر تو ای احراریا، کن دعا در حق استاد و گذر زین شکوه ها. 2015 از سال میلادی گذشت، در جماد الاولی این پیر نورانی گذشت. 2015 از سال میلادی گذشت، در جماد الاولی این پیر نورانی گذشت. 1400 با 36 خالی گذشت، سنه هجری بود و 84 عالی گذشت. صابران را حق تعالی می دهد جنت سرا، زین سبب راضی شوید ای خلق در کار خدا. صابران را حق تعالی می دهد جنت سرا، زین سبب راضی شوید ای خلق در